امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو خیلی سریع و کاربردی یاد میگیریم که چطور با نوتبوک LM کار کنیم. در ابتدا وارد سایت نوتبوک LM میشیم و روی ترای نوتبوک LM کلیک میکنیم. روی Create New Notebook کلیک میکنیم. برای ما یه نوتبوک ایجاد میشه. در اینجا ما میتونیم تا 50 تا سورس رو بهش بدیم و به صورت درگ اند دراپ مثلا ما میام یک فایل رو انتخاب میکنیم. این فایل به عنوان یک سورس در این قسمت آپلود میشه و هر سوالی که ما از این قسمت بپرسیم با توجه به این سورس بهمون جواب میده. میتونیم توی این قسمت چت بکنیم، بگیم فلان قسمت رو نفهمیدیم برامون توضیح بده، یا مثلا این قسمت رو مشکل دارم نمیفهمم و مثل هوش مصنوعی دیگه میتونیم باش چت بکنیم. اگه دوباره خواستیم سورسی رو اضافه بکنیم میتونیم از قسمت اد سورس این دکمه رو انتخاب بکنیم و دوباره فایلمون رو آپلود بکنیم. میتونیم لینک یوتیوب بدیم، حتی میتونیم یک پرامپتی رو بدیم و بگیم خودش بره سرچ بکنه و سایت های مختلف رو به عنوان سورس برامون انتخاب بکنه که یه فست سرچ داره و یه دیپ ریسرچ. بعد از اینکه ما منابع انتخاب کردیم میتونیم از قسمت استودیو یه سری فایل هایی رو برامون ایجاد بکنه، مثلا یک آدیو اوورویو یا ویدیو اوورویو که میاد به صورت یک پادکست 2 نفره. اگه اینو انتخاب بکنیم یه پادکست 2 نفره برامون صحبت میکنه و مطالب رو برامون توضیح میده که اینجا میتونیم مثلا بگیم زبانمون فارسی باشه، مثلا طولش کوتاه باشه یا نرمال باشه، فرمتش عمیق باشه، خلاصه باشه و غیره. و روی جنریت که کلیک بکنیم برای ما شروع میکنه به ایجاد این فایل. میتونیم فلش کارت، نمیدونم کویز و چیزهای مختلفی رو اینجا داشته باشیم. ویدیو اوورویو هم یه ویدیو برامون تولید میکنه که هم انگلیسی و هم فارسی رو ساپورت میکنه و دوباره روی جنریت کلیک میکنیم و برامون میاد این ریسورس هایی که انتخاب کردیم و برامون یک ویدیو تولید میکنه و برامون توضیح میده. برای مثلا ما میخوایم که موضوع واترمارکینگ رو به سورسمون از سایت های مختلف اضافه بکنیم. میایم این قسمت مثلا مینویسیم واترمارکینگ و روی فست ریسرچ کلیک میکنیم. همونطور که میبینین نتایج رو برامون میاره و ما روی ایمپورت کلیک میکنیم و این سایت ها رو به عنوان سورس برامون در نظر میگیره. خب همونطور که میبینین الان فایل صوتی ما آماده شده و روی پلی که کلیک بکنیم. سلام و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم به این صورت برامون یه فایل آماده کرده. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه.